بسم الله الرحمن الرحیم. سورة یونس علیه السلام، آیه مبارکه 98 الی 106، صفحه 220. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الله متعال در آیه مبارکه قبلی بیان فرمود که کسانی که قابل هدایت نیستند الله برشان اسباب هدایت را پیدا کرده و اینا نمیخوان هدایت بوده باشند، عذاب الهی بر از اینا ثابت میشه و این عذاب الهی وقت است که اینا وقت عذاب بیاد دیگه برشان چیز نفرسانده نمیتونه. در این آیات مبارکه رب العالمین این را بیان میکنه که در میان اقوام و مردم تنها قوم یونس علیه السلام بود که اینا وقت فهمیدن عذاب الهی اینا را فرا میگیره، فوراً به سوی الله رجوع کردن، توبه کردن و الله توبه از اونا را پذیرفته. و همچنان الله متعال به رسول الله صلی الله علیه و سلم دلجویی میته که اینایی که توفیق ایمان شامل حالشان نیست اینا را بگذاره و مجبور نکنه به ایمان آوردن. الله متعال می فرماید فلولا کانت قریة آمنت، فلولا کانت، پس نبود هیچ قریه‌ای که آمنت ایمان بیارن، فنفعها که منفعت برسانه برشان، ایمانها ایمانشان، الا قوم یونس، مگر قوم یونس، لما آمنو وقتی که ایمان آوردن، کشفنا دور کردیم ما عنهم از ایشان، عذاب الخزی، عذاب ذلت کننده و ذلت دهنده را، فی الحیات دنیا در زندگانی دنیا، و متعناهم و ما بهرمند ساختیم ایشان را، عمر دادیم ایشان را، الهین تا یک مدت. امام طبری صاحب در تفسیر ذکر میکنه که وقت حضرت یونس علیه السلام در نینوای عراق قومش را به سوی توحید فراخواند و قومش ابتداء ایمان ناوردن و اینا را گفت که عذاب الهی میآید و شما را فرا میگیره. قوم را ترک کرد و رفت و اینا پیغمبرشان را میپالیدن. بالاخره لباسای کهنه را به تن کردن، به دشت برآمدن و در پیشگاه الله عذر کردن و اظهار کردن که ما ایمان میاریم. الله ایمانشان را پذیرفت و عذاب را از پیششان دور کرد. الله بیان میکنه ولو شاء ربک، اگر میخواست پروردگار تو ای پیغمبر صلی الله علیه و سلم، لآمن ایمان می آورد، من فی الارض کسانی که در زمین است، کلهم جمیعا همیشان ایمان می آوردن. خب الله متعال ایمان جبری را کار نداره و این انسان را اختیار داده که ایمان بیاره، چون الله همه نشانه های قدرتش را بر انسان نشان داده، اسباب هدایت را بر انسان عطا کرده. الله نمیخواه که جبران یک کسی او مسلمان شود. افانت، آیا توی پیغمبر صلی الله علیه و سلم، تکره الناس، مجبور میکنی مردم را، حتی یکونوا مؤمنین، تا اینا مؤمن شوند. امام قرطبی صاحب در تفسیر ذکر میکنه که رسول الله صلی الله علیه وسلم در ایمان آوردن انسان ها حریص بود، میخواست کلگی جنت بره، هیچ کس عذاب نشه، همه انسان ها به جنت الهی برن. اما اینجا الله و پیغمبر گفت که تو کسی را مجبور کرده به ایمان نمیتونی، تو دعوتت را بتی، اگر ایمان آوردن خوب، ناوردن بگذار. و ما کان لنفس، نیست هیچ نفس را، ان تؤمن، این که ایمان بیارد، الا باذن الله، مگر به اذن پروردگار. تا که اذن الله نشه ایمان نمیارند. و یجعل الرجس، و میگرداند الله متعال عذابش را، علی الذین، بر آنانی که لا یعقلون،
عقل ندارن، عقل خدا را خود تعقل نمی کنه، به این عذاب الهی می رسن. قل انظروا، بگوی پیغمبر صلی الله علیه و سلم، انظروا شما ببینین، ماذا فی السماوات والارض، چه از در آسمان ها و زمین از نشانه های قدرت پروردگار متعال. و ما تغنی الآیات و النذر، نفرسانده نمیتونه آیات و ترساندن از اینا، عن قوم، از اتر قومی که لا یؤمنون، ایمان نمیارن. وقتی که نخواهی که ایمان بیاره، چگونه نشانه های قدرت الله و ترس اینا را مسلمان بسازن. فهل ینتظرون، آیا اینا انتظار میکشن، الا مگر مثل ایام الذین، مثل روزهای آنانی را که خلو گذشتن من قبلهم، قبل از ایشان، عادیان و ثمودیان، اونا هم مثل از اینا هلاک شدن و از بین رفتن. قل بگوی پیغمبر صلی الله علیه و سلم، فانتظروا شما انتظار بکشین، انی معکم، من هم امرای شما، من المنتظرین، از انتظار کنندگان هستم. ببینیم که سرنوشت کدام انسان به کجا می رسد. ثم پس ننجی، نجات دادیم ما، رسولنا پیغمبران خود را، والذین آمنوا، آنان را که ایمان آوردن. وقت عذاب الهی می آمد، الله مسلمان ها و پیغمبرش را نجات می داد. کذالک، همچنین حقا ثابت است، علینا بر ما، ننجی المؤمنین، نجات مسلمان ها و مؤمنان. بعد از این الله متعال ای را بیان میکنه که ای پیغمبر صلی الله علیه و سلم به مردم بگو که من عبادت بت‌های شما را نمی کنم، بلکه عبادت الله را می کنم که شما را قبض روح می کنه. قل بگوی پیغمبر صلی الله علیه و سلم، یا ایها الناس، ای مردم، این کنتم، اگر استین شما، فی شک، در شک، من دین، به دین من، به اسلام نگاه شک میکنین، فلا اعبد الذین، پس عبادت نمی کنم من آنان را که تعبدون شما عبادت میکنین که بتها است، من دون الله، بغیر الله، بغیر از الله. ولکن، لیکن، اعبد الله، عبادت میکنم اتر الله را که یتوفاکم، شما را قبض روح میکنه، که الله واحد لا شریک است. و امرت، و من مأمور شدم، ان اکون من المؤمنین، که از مؤمنا بوده باشم. و ان اقم وجهک للدین حنیفا، این که من محکم بوده باشم به دین که او حنیف به حق است. ولا تکونن من المشرکین، و نبوده باشم من از جمله مشرکان. و همچنان این الله بیان میکنه به پیغمبر صلی الله علیه و سلم، ولا تدعو من دون الله، عبادت نکن بغیر الله، ما لا ینفعک، آنچه را که تو را نفع رسانده نمیتونه، ولا یضرک، و ضرر رسانده نمیتونه. بود چگونه نفع ضرر برسانه، یا چیزی که مخلوق هستم. فان فعلت، اگر این کار بکنی، فانک، رینت، اذا من الظالمین، از جمله ظالمان میشی. یعنی هر انسانی که عبادت غیر الله را بکنه او ظالم میشه. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.